تو خونه بودم، رئیس زنگ زد گفت باید سریع بیا اینجا، این مأموریت جدید دارم برات. منم که تازه کارو شروع کردم، نیاز دارم به پول، برای خودم سقف ندارم هنوز تو خونه. رئیس سلام. سلام رئیس. رئیس اوه اومدی؟ سلام. امروز برات یه مأموریت تازه دارم که میتونی پول خوبی به جیب بزنی. واقعا؟ حالا باید چیکار کنم؟ این چستا رو میبینی؟ آره. باید بری بالای بزرگترین کوه این اطراف و یک چست که 3 تا ردیف پر از برک‌های امرالدی هست رو برام بیاری. دقت کن، باید 3 تا ردیف کامل باشه، وگرنه پولی دریافت نمی کنی. حله. خب بریم که چست رو برای رئیس بیاریم. امیدوارم که واقعا بهم پول خوبی بده. چقدر بالا، نمیتونستن یک کم نزدیکتر بذارن؟ خسته شدم. خسته شدم. همینه، ردیف کامل هست. حالا باید برگردم، بذار بکنمش. حالا اینا رو بردارم. خب برداشتم، بزن بریم. امیدوارم پول خوبی واقعا بده بهم. واقعا نیاز دارم برای تموم کردن خونم. واقعا به این پول نیاز دارم. سلام دوباره رئیس. براتون آوردمشون. آفرین. حالا بذارش داخل یکی از اون چسته. حله الان میذارم. یه ردیف. اینو جامون بذارم. این هم از این. خب تموم شد رئیس. دست مزدم فقط. حله، به حسابت زدم. 64 امارات خوبه نه؟ آره خیلی خوبه. فقط بذار ببینم. ممنونم رئیس. ممنون رئیس، خیلی ممنون. خداحافظ.